خبری که در سامانه‌های اجتماعی نشر می‌گردد، البته همه این مهاجران را در تعجب افتاده است که برای چی عیناً از آغاز سال نو 2024 نسبت مهاجرانی که در فدراسیون روسیه کار و فعالیت دارند یگان ترتیب تغییرات اعلام نکردند، اما نسبت آنها ریت‌ها اعلام شد. سبب اصلی اینها در چیست؟ Молодец! السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسایی که در غریبی هستید، کسایی که در فدراسیون روسیه هستید، کار و فعالیت دارید. البته بر همه شما معلوم است که در سامانه‌های اجتماعی نسبت مهاجران، یعنی که میگرانت ها علاقه باز ریت ها رفته است. سبب این در چیست؟ البته این سوال بسیاری ما و شما در کامنت ها، یعنی که در کامنتاری در ایزاها دیده استیم و در نوارهایی که در سامانه‌های اجتماعی نشر گردیده است ما را عصبانی میکنه. در اصل سبب پیدایش این همه واقعه ها ما و شما هستیم. برای چی؟ برای اونه که سبحان الله وقتی که اون نوارها را تماشا میکنیم در شب سال نو هستند، یک گروه همون مهاجرانی که از دولت‌های آسیا میانه هست، رقص بازی و صداهای بلند، یک نوار را تماشا کردیم. راست گپ اون نوار را ما نتونستیم در یوتیوب بگذاریم. میگه همون مهاجرانی که در همین حالت هستند، آوازشون صداشون بلند، همه نوشیدگی مست هستند و یکی میگفته است با صدای بلند تکبیر، دیگران میگفتند که الله اکبر. آخه این شخصیت هایی که شما در همین روسیه کار کرده استین میدونن که همین کلمه، همین جمله را او بدبخت ها دوست نمیدارن. البته پس از همین واقعی که صادر شد، یعنی که تکبیرات بسیار گفتن و را گرفته نسبت آنها رید اعلان کردند. البته رید رفته است. برای چی؟ برای عیناً برای آنه که در یکم دوم روزی آغاز سال 2024 البته بسیار گناه ها از ما صادر می شود. ما حق خود را نمیدانیم. در او دولت یک نمود سخنها، یک نمود رفتارها، یک نمود دعای میکنیم که فکر میکنیم اون دولت ما و شما باشد. این مردم فقط از مهاجران، از میگرانت ها همیشه بهانه گفته هستند که تو یک بهانه بیاوانه نسبت آنها یگان رید پید اعلان کنند. برای چی؟ برای آنه که ما اگر تنج و آرام بگردیم، ما اگر یک کاری خوب بکنیم فکر میکنیم که او با ما کار ندارند. نوارهایی که در سامانه‌های اجتماعی نشر میگردد عیناً مردم روس نوار کرده نسبت میگرانت ها سخنهای گم میزنند. میگه که میگرانت ها باز کاری خود را آغاز کردن. البته و نسبت مهاجران، نسبت همون شخصیت هایی که از آسیای میانه هستند باز ریت ها اعلان کرده هستند. از دست ما دیگر چیزی بر نمی آید. نوار پوره همش در تلگرام کانال ما هست، میتونید که در اونجا تماشا کنین. هر خبری هست فقط با واسطه یوتیوب بر شما خبر میدهیم، اما با واسطه تلگرام بر شما نوار اصلیش را نشان میدهیم. خدا نگهبانی همه شما باشد.